نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی را مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. شهلا گلخوجه هستم. سلام. سرخط موضوعهای مهم. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان از بهبودی روابط با ازبکستان قناعتمند بوده امید دارد که با مرور زمان ثمره آن بیشتر خواهد شد. باراک اوباما باری آخرین به حیث پرزیدنت آمریکا به مردم کشورش مراجعت نمود. اگر من 8 سال پیش می گفتم که 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند، شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم. و چرا بیماران از کشورهای همسایه برای پیوند اعضای بدن به تاجیکستان می آیند؟ ما انتخاب زیاد داشتیم از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تیزتر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان میگوید در این اواخر داد و گرفت تجاری میان تاجیکستان و ازبکستان توسعه می‌یابد. شریف سعید رئیس پالاتای سودا و صنعت روز 11 ینور ضمن نشست خبری گفت کشوری همسایه برای رشد همکاری‌ها در همه بخش‌ها هوسمندی نشان می‌دهد. طبق حساب‌ها میزان داد و گرفت تجارتی و اقتصادی میان این دو کشور در 15 سال اخیر از 500 میلیون دلار به همگی 12 میلیون دلار کاهش یافته بود. عبدالله اشرف تفصیل دارد. پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان اداره مسئول در روابط تجاری تاجیکستان با کشورهای خارجه در یک نشست خبری اعلان کرد که مناسبت‌های تجاری داد و گرفت میان تاجیکستان و ازبکستان پس از سپتامبر سال گذشته گسترش یافتند. در این نشست خبری که رئیس پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان جناب شریف سعید سخنرانی میکرد گفت از جمله در دو نمایشگاه اخیری که در تاجیکستان برگزار شد حدود 10 شرکت ازبکستانی شرکت ورزیدند، در حالی که سالهای قبلی با وجود دعوت‌های پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان شرکت‌های ازبکستان از شرکت در نمایشگاه‌های تاجیکستان خودداری می‌ورزیدند. نمایشگاه گذروندیم. در یک نمایشگاه ما وقتی دعوت کردیم 7 شرکتی و اشتراک کردند. تا حالا یک شرکت اشتراک نمیکرد. نمایشگاهی که دیگه اشتراک کردیم 10 نفر اشتراک کردند. غیر از این 3-4 مراتبه گروه 3-4-5 نفری به تاجیکستان برای آموزش و برای همکاری آمدن. همچنین در پایان ماه ینور سال جاری قرار است شرکت استحصال تراکتور و اسباب‌های کشاورزی ازبکستان در دوشنبه دفتر خود را باز کند و این شرکت به کشاورزان تاجیک امکان می‌دهد که آنها طریق اصول لیزینگ تراکتور و یا دیگر اسباب‌های کشاورزی ازبکستان را خریداری کنند. در پالاتای سودا و صنعت تاجیکستان امروز اعلان شد که تاجیکستان نیت دارد در نمایشگاه بین‌المللی اکسپو 2017 که در شهر آستانا پایتخت قزاقستان دایر شود اشتراک کند. و در همین زمینه کمیته تدارکاتی از حساب تمام وزارت کمیته و تشکیلات‌ها تشکیل کرده شد. رئیس کمیته تدارکاتی معاون اول سروزیر جمهوری تاجیکستان دولتعلی سعیدov میباشد. و موضوع این نمایشگاه هم خیلی با شرایط تاجیکستان موافق، یعنی انرژتیکا انتخاب شده است و تاجیکستان نیت دارد در آن شرکت ورزد. البته و کشور در صدد است که نیرو و ظرفیت‌های هیدرو انرژتیکی خود را در این نمایشگاه به معرض عموم گذارد. عبدالله اشرف، امرالدین عالموف، رادیو آزادی، دوشنبه. اکنون رو می‌آوریم به آمریکا و تبدیلی حکومت در این کشور. روز چهارشنبه پرزیدنت آمریکا باراک اوباما باری آخرین با پیام بر مردم کشورش مراجعت نمود. او در شهر چیکاگو گفت مقامش را زمان کنار می‌گذارد که آمریکا بیش از هر وقت دیگر نیرومندتر است. باراک اوباما از آمریکایی‌ها دعوت کرد که بهر وحدت ملت اختلاف‌ها را رفع نمایند. در آخرین پیام خود در مقام پرزیدنت آمریکا باراک اوباما به هوادارانش در شهر چیکاگو گفت که شما سرچشمه تغییر هستید. او همچنان دعوت کرد که انتقال قدرت به پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ به طور آسایشته صورت گیرد. پرزیدنت اوباما تاکید کرد که کار در شرایط دموکرات هیچگاه آسان نبوده است. او دستاوردهای 8 سال گذشته را به یاد آورد. اگر من 8 سال پیش می گفتم که امریکا رکود بزرگ را پشت سر می کند،
صنعت تولید ماشین را برقرار می کند، طولانی ترین دوره افزایش جایهای کاری را به عمل می برارد، در روابط با کوبا صحیفه نو می گشاید، برنامه تولید اسلحه هسته‌ای ایران بدون پراندن یک تیر به پایان می رسد، سرپرستی حمله های 11 سپتامبر محو می شود، برابری ازدواج ها را تأمین می کنیم، 20 میلیون هموطن ما صاحب بیمه بهداشتی می شوند. شاید شما فکر می کردید که ما انتظارات کمی بلندتر از واقعیت داریم. باراک اوباما به روزهای زندگیش در شهر چیکاگو هم اشاره کرد و گفت وقتی به چیکاگو انتقال یافتم هنوز 20 ساله بودم. من هر روز از شما یاد گرفتم. شما باعث شده اید که من رئیس جمهوری بهتر شوم، مرد بهتر باشم. رئیس جمهوری دموکراتی آمریکا 20 یانور بعد 8 سال رهبری قصر سفید را ترک می‌کند. دستاوردهای سیاسی او بعد پیروزی دونالد ترامپ جمهوری خود در انتخابات پرزیدنتی 8 نوامبر تکان خورده‌اند. ترامپ وعده داده است که برنامه بهداشتی معروف با نام اوباماکر، لایحه جلوگیری از تغییر اقلیم و چندین برنامه دیگر را بازنگری خواهد کرد. در انجام سخنرانی پرزیدنت اوباما، خانم اول آمریکا میشل اوباما، نایب پرزیدنت آمریکا جو بایدن و اعضای استاد قصر سفید اشتراک کردند. در حالی که ماموریت پرزیدنت اوباما برای ختم کارش آمادگی میگیرد، 11 ینور در سنات آمریکا نامزدهای ماموریت پرزیدنت منتخب آمریکا دونالد ترامپ را بررسی خواهند کرد. ریکس تیلرسون به مقام کاتب دولتی آمریکا پیشنهاد شده است. برخی از قانونگذاران در سنات از رابطه‌های نزدیک تیلرسون، رهبر سابق شرکت نفت اکسون موبیل، با روسیه نگرانی کردند. موضوع را همکارمان ساجیده میرزا پیگیری نمود. رابطه رهبر سابق شرکت اکسون موبیل ریکس تیلرسون با روسیه از موضوعهای اساسی بحث نامزدی او به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا در سنات خواهد بود. تشکر برای استقبال گرم. این روزی تاریخی برای اکسون موبیل و روسنفت است. تحت رهبری تیلرسون، شرکت بزرگی اکسون موبیل چندین قرارداد همکاری‌های مشترک را با روسنفت امضا کرد. از همه طرح گران ارزش کشف و استخراج نفت از قعر اقیانوس ارکتیک بود که 700 میلیون دلار را تشکیل می‌کرد. سال 2013 ولادیمیر پوتین به تیلرسون اردن دوستی را تقدیم کرد. اما یک سال بعد این طرح بنابر اشغال کریم از سوی روسیه متوقف شد. حکومت آمریکا در نسبت روسیه تحریم‌های اقتصادی را جاری کرد. ماه می سال 2014 تیلرسون در اجلاسی سهامان اکسون موبیل درباره تحریم ها صحبت کرد. در مجموع ما جانبدار تحریم ها نیستیم، زیرا از نگاه ما این تحریم ها وقت نتیجه می دهند اگر خصوصیت عاموی داشته باشند، اما نائل شدن به این خیلی مشکل است. تحریم‌های ایالات متحده اکسون موبیل را وادار کرد که از طرح کشف و استخراج نفت در ارکتیک و همین گونه از دیگر شرکت‌های مشترک بیرون شود. خسارات شرکت تا 1 میلیارد دلار حساب شده است. ارتباط من با پوتین 15 سال ادامه دارد. ما از سال 1999 با هم شناسایی و مناسبت نزدیک داریم. من جانبداری همه عملهای پوتین نیستم. بیشتری رهبران کارهایی را انجام میدهند که من قبول ندارم، اما پوتین میفهمد که من تاجر هستم. نزدیکی تیلرسون با روسیه هنگام بررسی نامزدی او در سنات سوالهای زیاد را به میان می‌آورد. جمهوری خواهان لینسی گریم و مارکو روبیو از انتخاب تیلرسون به این مقام نگرانند و آنها تنها نیستند. مرا مناسبت نزدیک او با پوتین نگران می کند. به همه معلوم است که آنها طرح‌های بزرگ مشترک داشتند و این عامل برای درک پوتین و تهدیدهای روسیه تاثیرگذار خواهد بود. در مصاحبه با نستعلیق ورمی، رهبر بنیاد امنیت انرژتیکی کنستانتین سیمونوف تاکید کرد که تعیین تیلرسون به مقام کاتب دولتی ایالات متحده به منفیت مسکو خواهد بود. من فکر میکنم که این تعیینات برای ما مفید است، ولی نمیخواهم به آن بهای از حد زیاد دهم. یک چیز واضح است که او صاحب کار است. او به پوتین نزدیک تر بوده. پوتین او را بهتر میفهمد. طبیعتا خود پوتین از اول صاحب کار است و بعد سیاستمدار. از این نقطه نظر برای آنها دریافت سازش آسان تر خواهد بود. ماه ایون سال 2016 تیلرسون در همایش اقتصادی سنت پترزبورگ در پاسخ به سوال مربوط به تحریم ها از رهبر روسنفت ایگور سیچین اقتباس کرد. آن چیزی که مربوط به تحریم هاست، من به مثل دوستم سیچین جواب میدم این کار حکومت است.
اگر ریکس تیلر به مقام کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتخاب شود او مجبور خواهد بود که این کلام را با عملش نیز ثابت کند. برنامه را ادامه میدیم. روز چهارشنبه امارات متحده عرب تصدیق کرد که در نتیجه ترکیش روز سه‌شنبه دوم январ در شهر قندهار افغانستان 11 نفر به هلاکت رسیدند که 5 نفرش دیپلمات‌های امارات متحده عرب بودند. همچنین روز سه‌شنبه در نزد بینای پارلمان افغانستان 2 ترکیش دیگر به عمل آمد که 30 نفر کشته و 80 نفر مجروح شدند. تفصیلات این حمله ها را در سایت آزادی پیدا کنید. برمیگردیم به تاجیکستان. مسئولین وزارت بهداشتی کشور میگویند در 2 سال اخیر جراحان تاجیک 287 عملیات پیوندسازی عضو را انجام دادند. منصبداران وزارت بهداشت ضمن نشست خبری روز 11 январ گفتند که حالا از حساب طبیبان تاجیک گروهی سیاری تأسیس شده است که در بیمارستان مرکزی شهر دنغره این نوع عملیات را انجام میدهند. همکاران ما به این مرکز رفتند. У нас варианты тоже многие были. Ну там Турция. ما انتخاب زیاد داشتیم از جمله ترکیه و کشورهای دیگر، اما برای تیزتر شفا یافتن تاجیکستان به ما نزدیکتر است. در این بیمارستان که در جنوب تاجیکستان واقع است، گرده‌های عادلبک ساکن قرقیزستان را تبدیل کردند. انتخاب این بیمارستان را امکش به عادلبک مشورت داده است. گرده‌های خود او نیز در ناحیه دنغره پیوند کردند. از یک سوی تاجیکستان در همسایگی قرار دارد و از طرف دیگر نرخ جراحی ارزان‌تر است، یعنی $7,500. می‌خواستم برادرم را از مرگ نجات بدهم چون او برادرم است. برای عادلبک پسرمکش گل عبدالله گرده‌اش را داد، زیرا در تاجیکستان تنها خویشاوندان حق دارند به همدیگر دونور باشند. پیوند کردن عضوهای بدن جسد بیجان به نفر دیگر و هم خرید و فروش عضوهای بدن اجازت نیست. مقامات می‌خواهند از بازار سیاه تجارت اعضای بدن جلوگیری کنند. نرخ‌های ما نه تنها در منطقه بلکه در جهان ارزان‌تر است. برای خارجی‌ها 59882 سومانی و برای شهروندان تاجیکستان 47812 سومانی مقرر شده است. برای خارجی‌ها این تقریباً $7,500 را تشکیل می‌دهد که این از همه نرخی پست است. جراحان تاجیک ارزان بودن پیوندسازی گرده و جگر را به دستگیری حکومت ربط می‌دهند. این ساحه تحت نظارت بی‌واسطه پرزیدنت امام علی رحمان است و به جراحان امکانیت فراوانی بازآموزی و دسترس کردن تجهیزات معاصر فراهم آورده شده است. همه متخصصان ما از جمله 5 نفر آنها که در شعبه فعالیت دارند در مسکو دانشکده‌های سکلیفاسوفسکی و شوماکوف آموزش دیدند. همه تجهیزات نو است و از آلمان و آمریکا خریداری شده به طلبات جهانی جوابگو میباشد. گرمانیای امریکی они отвечают всем мировым стандартам. مرکز پیوندسازی عضو و بافته‌های انسان در دوشنبه 5 سال پیش تأسیس یافته تا کنون 300 عملیات تبدیل گرده و 15 عملیات پیوندسازی جگر را انجام دادند. پزشکان به ضرورت تأسیس چنین مرکزها در همه ولایت‌های کشور تاکید می‌کنند. مرکزی که در ناحیه دنغره 1 سال پیش به فعالیت آغاز نمود، 17 عملیات گذرانیده است. طبق نقشه اکنون افتتاح چنین مرکز در ولایت سوخت هم در نظر گرفته شده است. تأسیس چنین شعبه‌ها در ناحیه‌ها با دستور به واسطه پرزیدنت صورت می‌گیرد تا اینکه بیماران از روستاها با متخصصان بلند تجربه تامین باشند. در خود تاجیکستان ساکنان به پزشکان محلی چندان اعتماد ندارند و آنهایی که امکانات مالی دارند با صرف مبلغ‌های کلان برای جراحی به هندوستان و کشورهای اروپا می‌روند. با این وجود متخصصان تاجیک هنوز نمی‌توانند همه بیماران را فرا بگیرند. و یک خبر خرد فرهنگی در شهر نیوجرسی آمریکا دوام 2 هفته 14 تا 28 январ امسال نمایشگاه نقاشی‌های رسام تاجیکستانی ولادیمیر گلوخوف برگزار می‌شود. نمایشگاه در آثارخانه راشن آرت تشکیل می‌گردد و نقاشی‌های این رسام را ما در سامانه خود جای داده‌ایم. و اخبار گزارش‌های از این بیشتر را در وبسایت cw.azadi.org و صفحه‌های ویژه ما در فیسبوک و توییتر و ادناکلاسنیک دنبال کنید. نوارهای دیدنی در آزادی ویدیو یوتیوب گذاشته شده است. تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یک شما.